اون چیزی که تو اکوکاردیوگرافی دیده میشه اول حفرات بزرگ بودن و کوچیک بودنشون در بیماری‌های مختلف ارزش تشخیصی دارن. حفرات پایین دهلیزها هستند: دهلیز چپ، دهلیز راست، بطن چپ و بطن راست. قدرت انقباضی قلب در اکو دیده میشه. اون چیزی که قدرت انقباضی یا پمپاژ قلب گفته میشه مربوط به بطن چپه، به خاطر اینکه بافت بطن چپ بافت عضلانی تری هستش و خون رو پمپ میکنه به آئورت و تعیین قدرت انقباضی قلب بر اساس عملکرد بطن چپ هست. باز و بسته شدن دریچه های قلبی در اکو اهمیت دارد. اگر دریچه ها ضخیم باشن، رسوب کلسیوم داشته باشن یا اینکه درست باز نشن، به نفع تنگی دریچه میتونه باشه، یا اینکه اگر دریچه ها افتادگی داشته باشن، موقع بسته شدن درست بسته نشن، به هر علتی این باعث میشه که خون برگرده به دهلیز و باعث ایجاد نارسایی دریچه بشه. توی این بیمار همونجوری که مشاهده میکنید این جریان خون عبوری از قلب رو نشون میده. این رنگ ها، رنگ آبی مربوط به برگشت خون هستش که اینجا میبینیم مربوط به نارسایی دریچه میتراله و رنگ قرمز مربوط به ورود خون به بطن ها هستش که قرمز رنگ دیده میشه. با استفاده از رنگ در اکوکاردیوگرافی مسیر جریان خون غیر طبیعی بودنش نشون داده میشه. اگر که دریچه تنگ باشه جریان خون عبوری از اون یه مقدار به صورت موزاییکی دیده میشه، قرمز و آبی و رنگ‌های دیگه ممکنه که قاطی بشن.